خانوم ها، خار مریم بی‌نظیر. خار مریم بهترین پرپشت کننده طبیعی دنیاست و قدرت 10 جلسه مزوتراپی رو داره. قبلش این قلب سفید رو برام قرمز کن تا بهت بگم. کافیه بذر خار مریم رو پودرش کنی و اونجوری که بهتون میگم روی موهاتون ماکسش کنی. اگر موهاتون خشکه بهش 2 الی 3 قطره روغن زیتون یا نارگیل اضافه کنید. اگه موهاتون چربه روغن رو ازش حذف کنید. این ترکیب جادویی رو روی موهاتون رو تمام جاهایی که کم پشته و ریزش داره بزنید و بخوابید. صبح بعد از اینکه از خواب بیدار میشید بهتون قول میدم دیگه خودتون رو توی آینه نمیشناسید. تازه برای رفع موخوره و نازکی موهاتون هم فوق العاده است. هر کسی که کلمه مریم رو برای من همین الان این پایین کامنت کنه راز و دستور اصلی سری این ترکیب فوق پرپشت کننده مو رو براش میفرستم. حتما پیج نیومو رو فالو داشته باشید تا پیامم به دستتون برسه.